سوالتون اسب زکات دارد دوستان میگن که مثلا شماره اسب بسیار بود زکات اسب واجب مثلا زکات میشود. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که در اسب آدم و در غلام آدم زکات نیست. اسب اونجا به معنای ماشینی حاضره، یعنی چیزی که سوار میشن. اسبی که سوار میشن، اسبی سواره و زکات به حساب نمیکنید. و این چون غلامی که خدمت میکنه، غلام است، همین کاری خانه میکنه، کاری زمینه میکنه، برای وی هم زکات واجب نیست. لیکن اگر یک آدم غلامش بسیار باشد، 100 تا غلام دارد، مثلا غلام بیزنس میکنه، غلام فروش، از این بازار آورده در این بازار میفروشه، زمانی غلامداری بود مثال، در این حالت برای غلامهاش زکات میدهد، چون که وی غلامه مثلا از یک کشور رفته خریده آمد، هر یک غلام $20,000 100 تا غلام خریده آمد، بعد این غلامای با فروخت $25,000 وی زکات میدهد. این حدیثی که در بخاری هست زکات نمیدهد، گفتن این برای آن غلامی که وی استفاده میبرد، آن غلامی که کاری خانه‌ش میکنه، برای تجارت نه. این چون این اسبی که برای سوار شوی هست و به زکات نیست. لیکن اسب اگر برای تجارت باشد، همچون عروض تجارت حساب کرده زکات داده میشد. لیکن هم تو یایی که اسبایی که برای بسیار کردن، مثلا برای زیاد کردن باشد، لا زکات فی الخیل، اصلا برای اسب، خودی اسب زکات نیست، مانند گوسفند و شتر و مانند گاو، برای اسب مثلا از فلان اسب فلان تا زکات هست گفته آمدگی نیست. و هذا مذهب الجمهور، و این مذهب جمهور است، یعنی مالکی ها، شافعی ها، حنبلی ها و الظاهریه، ظاهری ها. و هو قول ابی یوسف، یعنی و محمد ابن حسن، یعنی فقط حنفی هایم، از حنفی ها دوکاست، یعنی صاحبین، قول ابو یوسف و محمد ابن. و بهی قال اکثر اهل العلم، اکثر اهل علم گفتن که اسب زکات نیست، مگر هم اسبی که برای تجارت است. و قال ابو حنیفه فیه زکاه، امام ابو حنیفه گفتن که اسبنده زکاتش هست، اسب زکات میده. یعنی اسبی چینه، اسبی سوار میشدگی، نه اسبایی که دیگه دارید کو در چراگاه میچرانید، فرزندار زیاد میکنید، مثلا اون اسبا و زکات میتید. یعنی به هر حال اگر اسب بسیار باشد، یا از نگاهی عروض تجارت و زکات داده میشد، یا خود اسب بودنش به قول امام ابو حنیفه زکات داده میشد. بله، اون اسبی که پیامبر صلی الله علیه و سلم زکات داده نمیشد، گفتن اون اسبی سوار میشدگی تون. مثلا یا آدم ماشین داره، یا ماشین داره برای خودش، یا ماشین دارد برای مثلا اویلوی، یک تشکیل کار میره، در تشکیل اویلوی مثلا 8 کس 10 کس میبردگی ماشینشه، برای هر دوش هم زکات نیست. یا یک ماشین دیگرشه برای مهمانا، برای اون هم زکات نیست. لیکن با یک 100 دیگه ماشینشه یا 10 دیگه ماشین برای تجارت است، برای اونو زکات میدهد. برای این ماشینی که سوار میشه، برای اینو زکات نمیدهد. اسب هم میخیل برادر.